این قشنگی که الان یه نفر کار خیر میکنه بیاد اون کار خیر رو نشون بده، هم مردم بدونن که این عزیز اون در کار خیر دستی داره، هم یه سری رو تشویق کنن به انجام کار خیر. همین که یه عده یاد اینو اسمشو بگیرن. میذارن ریا. من آدمایی رو میشناسم این همه تلاش میکنن، جهیزیه میدن، زندانی آزاد میکنن، ولی خب مردم نمیدونن. و برعکس آدمایی رو میشناسم که در فضای مجازی هزینه میکنن دیدش که خودشون حرفی نزنن، پیجای مختلف تو فضای مجازی بیان از کار خیر این دوستان. آقا چرا ما نمیبینیم آقای فلانی فلان کار رو کرد؟ چرا ما نمیبینیم؟ چرا نتیجهشو نمیبینیم؟ فقط میشنویم. مثلا عواید فلان کنسرت رفت برای آزادسازی زندان، کوش آدم خاص، یک صدای خاص. بله. حتی یعنی اگر آدم‌ها باهوش باشن میبینن راجع به فلان سلبریتی یا ورزشکار با یک صدای خاص راجع به کارهای خیریه اون آدم داره تو فضای مجازی تبلیغ میشه ولی هیچ اتفاقی براش نمیفته و ما هیچ چیزی نمیبینیم. دقیقاً درست میگی. هر سلبریتی یا هنرمندی که تو وضعیت مالی بهتری مثلا قرار داره، موظفیه باید کمک کنه و ماهی یه بار آقا گناهش کردن خودمون سلبریتی. دقیقاً من حرف شما این رو قبول. فرهنگ سازی رو انجام. چرا این فقط میشه ریا؟ میدونی کی اسمشو میذاره ریا؟ اونی که دلش نمیخواد کمک کنه. دقیقاً. آقا بیاین اینو با هم مد کنیم. از این به بعد هر کسی ریاش کردن شخص خودش به جامعه مربوط نیست. خودت بکن آقا، بذار گناهش کردنت باشه ولی 4 نفر طرفدارت من حرف یاد شما بگیرن. رو